اینجا ورودی گران هتله، ولی اینا که نبوده که اینجا ورودی گران هتله که از اینجا میرفت به سالن تابستانی گران هتل. ببخشید جناب رئیس، هتل رسما از بعد از ظهر دایر میشه. مدیریت هتل از تعطیلات سرشماری استفاده کرده برای یک نظافت کلی. متاسفانه تنها سالن آماده همینجاست، بدون میز و صندلی. اجازه بدید لااقل یک صندلی براتون بیارم. اول پرده ها رو بکشید. در اکتبر 1917 که انقلاب روسیه شروع شد، یه عده زیادی از تجار و ثروتمندان زمان تزار فرار کردن به کشورهای اروپایی و یه عده که نزدیکتر به ایران بودن فرار کردن به ایران، از بادکوبه و قفقاز و تفلیس و اینا. به نتیجه اینایی که اومدن به ایران، یعنی اومدن بودن، یه عده در تبریز، یه عده در زنجان، یه عده در تهران سکنا گزیدن. اینجا باقر افنامی بود که اینجا رو ساختمان کرد. ساختمان کاملا روسی بود. هم اینجا هم گران هتل هم سینما. این سینما مربوط به اینجا بود، چون این گران هتل بهترین هتلی بود که دیپلمات‌ها و سیاسیون مملکت خارج که می‌اومدن اینجا زندگی می‌کردن. ما هتل جا نداشتیم. بهترین هتل ما هم گران هتل بود. الان نمیدونم چی شده، ولی به طور کلی می‌بینید این ریخت در اومده. ساختمان اینجا اصلا این نبود. این قسمت سالن زمستونیشو بودی که بعد دکورسازی ما شد، بعدم دکتر بالا فروختش، محمد ارباب شد سینما. حالا نمیدونم سینما هست یا نه، ولی به طور کلی اینجا دکورسازی بود. اینجا سالن چیز شد، سالن زمستونی، یعنی پذیرایی در هتل بود. الان چاپخونه است. الان چاپخونه است. من یادم یه وقتی اومدن به من گفتن که آقا این اتاق بالا رو بهتون اجاره به هنرپیشه ها اجاره میدیم که شما همین نزدیک باشید، که نزدیک کار باشید، از اول اتاقتون بیاین کار بکنیم بریم بالا. ماهی 30 تومن به ما میدادن و ما تو خونه پدر مادر بودیم دیگه، نمیتونستیم بگیم که بریم یه اتاق بگیریم بریم زندگی بکنیم که غذا مازا اون چی میدید.